شدنی میخوام بهتون آموزش میدم. اون شیرخرما که شما بیرون میخوری فهم میکنه، چون یه ذره ادویه داره. بریم مراحلش رو ببینیم. شیر، البته من شیر پرچرب استفاده میکنم، به اندازه تقریبا 2 لیوان من بریزم. خرما الان بدون هسته به اندازه 10 تا حبه، 10 تا دونه بسته. زنجبیل تازه است و پودر هل و پودر دارچین. اینم میخوام قاطی کنم و اضافه کنم به این. حالا شیر خرمامون بعد از جوشیدنش به مدت 5 الی 10 دقیقه حاضر شد. بریزیم تو لیوان. به چی بویی داره، بوی دارچین و هل. الان ببینید که جا افتاده. حتما در کنار این غذای شیک و مجلسی از این شیر خرما درست کنید و نوش جان کنید. تا برنامه بعدی، مع السلامه.